آخر شب یه تیکی سیب زمینی و نون بربری میدادن. حالا من نمیدونم کجا میره. خوابم به همینطوری سرپا میخوابیدیم. صبح 6 صبح شروع میشد مثل ساعت کاری اداری. میگفت یه پیرمرد رو بودن جلوی ما. میگفت ما این همه حالا میامد خیلی شوخ بود. بعد هر این بلام سرش میامد میخند بخنده. میگفت اگه بدونیم ماما جاتون خالی چه کتکایی خوردن. حالا این پیرمرده اینقدر میگفت اعصابم داغون شد دردای خودم هیچ. این پیرمرده با باتون میزدن که ما میگفت تو بگو یه شیشه شکونده. میگفت همه فقط اینا میگفتن تو بیا جلو دوربین بگو من شیشه شکونده. همین الان ما میگیم تو برو. همین اینم میگه وقتی من نکردم چرا بگم؟ خدایی راستم میگه وقتی من نشکوندم من نکردم. میگه فقط تو بگو بیا برو. هیچ میگم پیرمرد خیلی اعصابم اون 2 روز حالا بد بود. یا فکر کردن مثلا از زدن خودشون حالم بد شده یا به این چیزی. بالاخره آدم